لالای لای لالای لای. شبچرهای عالی چه موز و پرتقال، این کتاب حافظ باید بگیریم فالی که پر امیده، چون گل نورسیده شور و صفا میبخشه به هر کسی که دیده لالای لالای لای آری لاری لاری لالای 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 لای لالای لای. در شب یلدا غم و کوچه یلدا غم و غصه پوچه پوچه فوری برید اونا رو توی کوچه کوچه در این شب دراز و آخ طولانی لالی 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 در این شب دراز و آخ طولانی لالی که انگاری نداره اون پایانی آلی لاری لاری لالای آلی لاری لاری لالای 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 بدو که روز کوتاهه پاییز آخر راهه بدو که روز کوتاهه پاییز آخر راهه هندونه رو شمردیم دوجه ها رو شمردیم هندونه رو آوردیم دوجه ها رو شمردیم زمستون میشه فردا مبارک باشه یلدا زمستون میشه یلدا مبارک باشه یلدا. شب جشن و سروره شب طولانی و غمها بدوره شب طولانی و غمها بدوره شب و هنگام توی محفل ما پر نوره شب و هنگام توی محفل ما پر نوره بساط خنده و شادی چجوره بساط خنده و شادی چجوره امشب شب ما سحر نداره دست امشب سحر نداره یار از دل ما خبر نداره یار از دل ما خبر نداره شب یلدا یکی از مهمترین شبامونه. از کنم خدمتتون که در این شب در خیلی از در واقع روستاهای ما تمام کسانی که دختر زیر 9 سال دارن می آمدن جمع می شدن و می آمدن پیش خالو با سواد بزرگ ده و اسما می آمدن هم می گفتن که حالا در واقع این یه برنامه خاصی بود. خالو می گفت اسم بچه هاتون رو بنویسین بریزین تو کلاه من و اینا اسمشون رو می نوشتن. اولین چیزی که مهم بود این بود که میگفتش که مادرانی که سواد ندارن اسم بچه هاشون رو بنویسن توی این مسابقه نمیتونن شرکت کنن، باید برن سال دیگه سواددار بشن. یعنی در واقع ترغیب میکردن که همه با سواد بشن، شعورشون بره بالا، با سواد بشن و حالا اونایی که سواد داشتن اسما رو مینوشتن مینداختن توی یک کلاه و خالو یه هم میزد در واقع یکشو در می آورد، یه دونه اسما رو در می آورد. مثلا حالا گلنار در اومده بود میگفتن اسم اینو میذاریم چله زری و این چله زری سمبل سرماست و لباس عروس تنش میکردن و اشعاری که میخوندن به این طریقه چله زری امسال و سال دگری چله زری امسال و سال دگری چله زری امسال و سال دگری آتیش بازیه چله زری رازیه اول چاره همه دو هم بهاره همه دو هم بهاره چله برو به شادی از این دیار و وادی از این دیار و وادی. اسفندونه اسفند 33 دونه اسفندونه اسفند 33 دونه اسفند 103 دونه اسفند خودش میدونه
سه دونه اسفند خودش میدونه. بترکه چشم حسود و بیگونه تو این دور و زمونه. چش نخوره دردونه، چش نخوره دردونه تو این دور و زمونه. مرزی رو خوب کنه، حسود و بخیل کور کنه، کور کنه، حسود و بخیل کور کنه. بهتره که چشم حسوده بینی یا طرف طرف. بهتره که چشم حسوده بینی یا طرف طرف. کنده میشه پوست حسوده بینی یا ورق ورق. کسش استه خدا چرق 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 چرق. شکستش استه خدا چرق 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 چرق. صدای اسفندا میاش شرق 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 شرق. بله حالا عرض کنم خدمتتون که تو این دوره یعنی بعد از اینکه این ماجرا اسفند و اینا تموم میشد، راجع به آجیل، یعنی آجیلی که شب یلدا بودش، یعنی ما آجیل در فرهنگ اصیل ایرانی زیاد داریم. آجیل شب یلدا، آجیل چهارشنبه سوری، آجیل نوروز، آجیل مشکل گشا و خاصیت های آجیل رو حالا بریم ببینیم که چجوریه. یا آجیل مشکل گشا، آجیل مشکل گشا، ببین چه قوقا میکنه. اگه مشکلی داری، اگه مشکلی داری، مشکل تو وا میکنه. پوست آجیل رو ببر توی آب روون بری، توش اگه دلت میخواد قاطی بکن خورما و مبین. آجیل مشکل گشا، مشکل گشایه، اگه مشکل داری بخور دوایه. آجیل مشکل گشا، مشکل گشایه، اگه مشکل داری بخور دوایه. حالا کشمشش با قوت قلبه، مثل خونساز و نیروی مغزه. نخوچیشو نگو دوای کلیه، خورما و خرکش دوای معده. آجیل مشکل گشا، مشکل گشایه، اگه مشکل داری بخور دوایه. آجیل مشکل گشا، مشکل گشایه، اگه مشکل داری بخور دوایه. انجیر کند کبد رو فعال، برگه ها دهد به حال. فندق بکند عروق را باز، عناب و سنج دوست خانسا. آجیل مشکل گشا، مشکل گشایه، اگه مشکل داری بخور دوایه. آجیل مشکل گشا، مشکل گشایه، اگه مشکل داری بخور دوایه. خب بله سلام علیکم. حالت خوبه؟ دست درد نکنی که گفتی در مورد آجیل گفتی. حالا من میخوام خاصیت های آجیل رو بهت بگم. بله. ببین خاصیت اولا که ما چند نوع آجیل داریم. بله. خب خدا رو شکر. بله. ما چند نوع آجیل داریم. چند نوع آجیل داریم. آفرین. عرض کنم خدمت. اولیش آجیل شب یلدا. بله. دومیش آجیل چهارشنبه. بله. سومیش آجیل نوروزه. چهارمیش آجیل مهرگان. پنجمیش آجیل چیزه. هفتمیش آجیل اجالت بچه مردشو که میکنی. آقا من میخوام بگم عرض کنم، تو نمیذاری همش خودت داری همه رو میگی. من که حرفی نزدم، تو داری حرف میزنی. آقا شما داری صحبت میکنی، من میخوام بگم دو مدل آجیل داریم. عرض کنم تو عرض موندم. خب آجیلاری که فهمیدیم. بعد آجیل دو مدل داریم دیگه. یه دونه هست برای شب یلدا که میگم مشکل گشا، یه دونه برای شب نوروزه. اما خاصیتاشو بگو. خاصیتاشو بعد خاصیتاشو که بگی خیلی مهمه. آره. کشمشش قوت مغزه، پست خونسازه، انجیر کبد و کبد، برگه ها رودار حال میاره. واس که نمیذاری حرف بزنم که. تو چرا بابا میکنی؟ خب آقا یا ما رو به عرعر انداختی یا به بابا انداختی. آخه اینطوری که نمیشه که. خب میخوره به قیافت. بله؟ نه مگه من حیوانم؟ یه با همینطوری گفتی. خجالت بکش. نه همینطوری
اینطوری گفتم. خب یعنی خاصیتاش اینه دیگه. خب بعد شما بفرمایید. بله نمیذاری که آخه. خب بفرما، حرفی نزد. خاصیتاش هم که خوندیم دیگه هر کدومو. راست میگه، نخوندی. آره دیگه گفتیم دیگه براتون ندم. بله حالا بعد از این سه تا مهم چیز مسئله مهم. سه تا موضوع مهمه. بله 1 2 3 عزیز نپری تو کاسه. عزیز نپری تو کاسه. آره این دستوندی این مشکار رو کجا کردی؟ همش ریم باره بادم دام، همش ریم باره بابام بام، همش ریم. خجالت بکش. حرفی نزدم که. چی کار داری میکنی؟ گفتی سه تا مسئله داریم. بابا جان بذار حرفمو بزن، آخه نمیذاری که. خب بگو چطور؟ آقا جان گفتم سه تا مسئله مهمه. 1 2 3 عزیز نپری تو کاسه. این دستا رو کجا خوردی؟ این مشکار رو کجا کردی؟ همش ریم باره بادم دام. آقا نکن. بابا این خوش قرتیه. آخه نمیذاری که. نه من چیزی نگفتم. تا میخوام بخونم تو شروع میکنی. نه من حرفی زدم. شما بگه حرفی زدم. نه منم نزدم، میخوام بگم نمیذاری که. بگو. آقا جان 1 2 3 عزیز نپری تو کاسه. این دستا رو کجا خوندی؟ این دستا رو کجا کردی؟ آقا بس کن دیگه بابا جان. آقا جان اصلا میگن 1 2 3 زنگ مدرسه. خب اینو از اول بگو دیگه. پس میگن 1 2 3 زنگ مدرسه، بشقاب و کاسه یا مردر مسه بیا دسته. آقا چی میگی؟ من هر چی میگم تو یه چیزی میسازی. نه این واقعا قرتی نیست. آقا نکن. تقصیر خودشه آقا، من حرفی ندادم که. آقا نکن اینجوری میکنی من یه خود مرمورم میشه. خب فهمیدم. نه سه تا موضوع حالا چی هستش؟ سه تا موضوع بود. سه تا موضوع اول چی بود؟ اگه گفتی میرفتن از کجا میخواستم برن لب چشمه آب بیارن. آره در قدیم الایام میرفتن سر چشمه آب می آوردن. کیا میرفتن؟ دختر خانوم ها. چرا دختر خانوم ها میرفتن؟ چون الهه آب آناهیتاست. آفرین. یعنی اینکه به حرمت اون دختر خانوم میرفتن یه کوزه آب می آوردن. کوزه آبو می آوردن کجا؟ می آوردن تو خونه. آفرین. کنار کرسی. بعد بزرگ خانواده یعنی مادر بزرگ، اگه مادر بزرگ نبود مادر، ارزش اینجا خیلی معلوم میشه. مادر خلاصه میامد دم اونجا و میگو کوزه آب بده دست من، کوزه آب میگیره، میگو یه تشت بیارین. یه تشت می آوردن که این آب نریزه رو فرش دیگه. آب پاک روا. باریکلا. باریکلا. نریزه اونجا. بعد چیکار میکردش؟ اول یه دونه صورت یکی از بچه‌ها رو میشست، یه دونه هم ظرف میشست، یه دونه هم رخت. یعنی صرفه‌جویی در آب با یه دونه کوزه آب. بعد میگم این پسابه رو شما اجازه ندارید بریزید تو خیابون. نه میگفتش اجازه ندارید که بریزید تو خیابون. باید چی کار کنید؟ باید بریزید تو آب روان، یعنی جوب آب یا این که در رودخونه. چرا؟ ببینید ما از 5000 سال پیش بلد بودیم که آب فاضلاب رو تصفیه کنیم. الان اروپایی ها میان فاضلابشون رو تصفیه میکنن، شستشو و آبیاری رو با اون آب انجام میدن. ما همین این در واقع آب فاضلاب رخت و اینا بود دیگه، میریزن تو آب روان پاکه، میره قاطی پاک میشه. شعر چی میخوندن؟ بله و یه شعری میخوندن. چی میخوندن؟ ای آب چشمه با گل روانی میاری پاکی میاری، پاکی میاری، پاکی میاری، نفسی و غم رو از ما میبری، مبارکیه هیچ کس نبینه. پاکی میاری، پاکی میاری، رود خروشات غبار رو لذت و زخمی ببر به دورا. پاکی میاری، پاکی میاری، پاکی میاری، پاکی میاری. آفرین. درسته. بله. خب این نکته مهمی بود که گفتیم. بله. حالا باید چی بگیم؟ در چی؟ بعدش یه دونه در واقع به تعداد نفراتی که تو مهمونی بودن کلوچه درست میکردن یا توتک. در مورد انارم برامون بگیم. آره واسه انارم میگم. خیلی خوب. بعد تو اون توتک ها یه دونه مهره میذاشتن واسه اینکه هیجان پیدا بکنه. بله. میگفتن آقا این مهره به هر کی افتاد در واقع اون برنده میشه، بهش جایزه میدیم. بعد میگفتش آقا این کلوچه ها رو اینجوری درسته نکنین تو دهنتون، نصف کنین بلکه مهره توش باشه. بعد تازه اون نصف هم نصف کنین بلکه مهره رو پیدا کنین. بعد میگفتن نمیگی مهره چقدیه،
اینا رو که میذارین دهنتون آروم بجوین، نکنید بخورید دندونتون آباری کلا. در واقع غیر مستقیم داشتن آموزش میدادن که غذا خوردن ایرانی چگونه است. درست بجوید. یعنی بله. لقمه‌هاتون رو کوچولو انتخاب کنید و درست بجوید. بله. خب اما انار در واقع فال انار میگرفتن، یعنی 3 مدل انارا رو میچیندن. خب میگفتن آخه قدیما میگفتن که نمیدونم بخت دخترها فقط بسته بودیم، نخه بخت پسرها هم بسته. پسرها میگفتن بیاین یکی یه دونه انار انتخاب میکردن. فال انار اینطوری بود که سر انار که میبریدن یه دونه انارا برشن میخوردن. اگه شیرین بود میگفتن یه بخت شیرینی داری، یه دختر خوب و خوشرو و خوش اخلاق و اینا به نصیبت میشه. اگه ملس بود میگفتن یه دختر معمولی عادی و اینطوری بدم. اگه ترش بود میگفتن یه دختر ترش روی اخلاق. وایسا ببینم اولی که من دختر نیستم و پسرم، بچه دستت به سمت من میاد بگی ترش رو؟ نه همینطوری آقا. خب نمیشه که. تو برو این ور. من که خوش روام. خب برو این ور. من برم اون ور بالا. بله میگفتن اگه ترش رو میگفتن یه دختر ترش رو. باز که دستت اومد سمت من. تو گفتی بیا این بر من اون بری بگم. راست میگه. آخه من تقصیر من نیست. آقا اصلا با دست صحبت نکن. چشم. دستو بنداز. بله. میگفتن که یه دختر ترشروه. باز که داری به من اشاره میکنی که. من چه اشاره کردم؟ اینا اینجوری با چشات اینجوری اشاره کردی. خب خیلی باشه. اشاره هم نکن. بله. میگفتن یه دختر ترشروه. این دیگه چیه؟ این چیه؟ ترشروه رو دارم اشاره. خب با پا چرا اشاره میکنی؟ با چی اشاره کنی؟ آقا اصلا اشاره نکن. آقا اشاره نمیکنم. من که خندونم، من که همیشه میخندونم. بعد میگفتن یه راجع به اناره شعری میخوندن. میگفتن که یه دونه انار دو دونه انار بردار با خودت بیا، چرا که بختت باز میشه زندگی تم آغاز میشه. انار میوه بهشته تو آسمون نوشته، انار سرخ تاج گلی داره 1000 تا مرغالی. یه دونه انار دو دونه انار بردار و با خودت بیا، چرا که بختت باز میشه زندگی تم آغاز میشه. بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین، کسی دهنش تلخ نباشه، کسی اوقاتش تلخ نباشه، شاهین باشین، مسرور و خرسند باشین. اون نقلارم که می آوردن یه شعر خوشگل داره. بعد نقل می آوردن تقسیم می کردن، میگفتن که آی نقل رنگی رنگ و رنگی شیرین و تردی هم را ببردی. آی نقل رنگی رنگ و رنگی شیرین و تردی هم را ببردی. آی نقل خوشمزه نقل شیرین نقل راست نقل زندگی ما را شیرین کند این نقل، زندگی ما را شیرین کند این نقل. خب بله بگو ببینم حالا شیر و شکر و اینا رو می‌خواستی بگی اونم توضیح بده. شیر و شکر هم می آوردن با هم دیگه مخلوط می‌کردن، هر کدومشون سمبل یه چیزی بودن. شیر میگفتن مثلا این سمبل مرداست، شکر هم که شیرینی سمبل خانوم هاست. اینا رو مخلوط میکردن و با هم دیگه میخوندن که چی؟ دست مرد مثال شیر است و شیر، مرد مثال شیر است و شیر است و شیر است و شیر. زد مثال قند و شکر، زد قند و شکر، قنده و شکر، قنده و شکر. گر شیر و شکر حد شود، گر شیر و شکر حد شود، زندگی شیرین تر شود، زندگی شیرین تر شود. بله. و در انتها هم واسه یلدا میخوندن که آی در همگی خندونی مای خندونی اینقدر چنین شبهایی رو میدونی مای میدونی
در این شب و شب نشینیم مرسومه مرسومه آی مرسومه آی مرسومه خنده و شادی همه جا معلومه معلومه آی معلومه آی معلومه هالی لالی لالی لالای لالای لا هالی لالی لالی لالای لالای لا لالای لا لالای لا شمچره های عالی چه موز و پرتغالی با این کتاب حافظ باید بگیریم فالی که پر امیده چون گل نو رسیده شور و صفا میبخشه به هر کسی بدیده کلیده هالی لالی لالی لالای لالای لای هالی لالی لالی لالای لالای لای لالای لالای لای در شب یلدا و غم و غصه پوچه 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 فوری بریز اونا رو توی کوچه 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 در این شب دراز و آخ طولانی لانی 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 که انگاری نداره اون پایانی پایانی یانی 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 هالی لالی لالی لالای لالای لای هالی لالی لالی لالای 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 روزتون خوش باشه و شله بر همه شما مبارک باشه. به افتخار خودتون یک دفعه مرتب بزنید و به افتخار برگزار کنندگان برنامه که شهرداری شمیران یه دست مرتب به افتخار همکارانمون هم یه دست مرتب بزنید. خیلی ممنونم. بله روز خوش، به امید دیدار. خدا نگهدار.